مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. سال 1931 به نثار محمد و جباری 20 فوریه سال 31 سمرقند. به رفیقان نثار محمد و جباری: من نسخه قرار سونارکام را که در 14 فوریه سال 1931 درباره نشر کردن لغت شده بوده است گرفتم. به این مناسبت من خود را وظیفه‌دار دانستم که کارهای تا حال در این خصوص در شعبه سمرقند شده را کوتاه کرده نویسم تا که شما رفیقان رفت کار حاضره را در نظر گرفته برای هیچ نباشد تا ماه اکتبر با وجود آوردن قرار سونارکام را که در اینجا وقت انجام کار ماه می نشان داده شده است چاره اندیشیده به ما دستورالعمل تازه دهید. یکم، موافق معاهده که پروفسور پالوانوف به شعبه سمرقندی تاجگیز بسته بود تخمیناً 30,000 لغت روسی را ترتیب کرده داد. دویم، برای به مقابل این لغت‌های روسی لغت‌های تاجیکی یافتن یا که شرح و تفسیر کردن با علیزاده و خوقندبای معاهده کرده شد. برای هر لغت 10 تن حق قلم و مدت انجام کار 1 مارس سال 31. سیوم، برای دیده قبول کردن و جاهای نادرستش را درست کرده تحریر نمودن یک کمیسیه علمی تشکیل کرده شد که در این کمیسیه داخل شدند رفیقان علی اسماعیل زاده، پروفسور پالوانوف، علی زاده و خوقندبای، هم نویسنده این معروضه عینی. چهارم، با رضای پراولین نشریات شعبه سمرقند خواست که کمیسیه در وقتهای غیر ساعت کاری رسمی کار کند تا که به کارهای روزمره نشریات خلل نرساند و به اعضایان کمیسیه با ساعت اکادمیکی حق اکادمی دهد. پنجم، به همین روش بیرون از ساعت کار 2 مجلس کمیسیه شد. در نتیجه دیده شد که کار بسیار سست می رود، زیرا منبع‌هایی که ترجمان‌ها از وی استفاده کردند با منبع‌هایی که در پیش کمیسیه فراهم آمده است خیلی دیگرگونی دارد. به ضمن این در منبع‌ها در خصوص یک لغت بسیار معنی‌های جداگانه دیده می شود که هر کدام آنها در موردهای جداگانه به کار می رود. بنابراین کمیسیه مجبور بود که هر کدام این معنی‌ها را خلاصه نموده تحریر کند و در قطار معنی‌های آن لغت گذارد تا که خطاهایی در لغت ازبکی و تاتاری واقع شده تکرار نیابد. دوم، ترجمان‌ها بیشترین از منبع‌های شرقی استفاده می‌کنند. منبع‌های شرقی عبارت از لغت‌های روسی فارسی، روسی عربی، روسی ازبکی، روسی آذربایجانی و روسی تاتاری و هاکذا. و حالان که بیشترین این منبع‌ها از حیات تاجیک و از زبان تاجیک بیگانه‌اند، بنابراین کمیسیه مجبور بود که به قدر امکان از زبان زنده و از اصطلاح‌های زنده تاجیکی که قسماً در کتاب‌های لغت فارسی،
قسماً در دفتر خاطره های بعضی اعضای کمیسیه مضبوط بود استفاده کرده به قدر امکان لغت را به حیات امروزه نزدیک کند. به همین سبب ها کارها سست می رود و خرج از حد زیاد بسیار می شود. بنابراین کمیسیه به این ترتیب کار کردن را مناسب ندید و مجلس های کمیسیه را در ساعت های کار رسمی قرار داد. در این صورت خرج هم کم می شد، زیرا از اعضایان کمیسیه عینی و اسماعیل زاده بنابر کارکنان شتتی بودنشان مزد نمی گرفتند. پالوانوف هم که بسیار کم اشتراک می کرد و نیز موافق معاهده نامه‌اش باید به مقابل اشتراکش به مجلس کمیسیه حق نمی گرفت، بیمزد بود و آن اعضاهای کمیسیه که خودشان ترجمان لغت بوده در اداره نشریات با نرم معین و ماهانه مقرر کار میکردند، در ساعت اشتراکشان به جای نرم کارشان حق میگرفتند. در این صورت به 3 ساعت کاری مجلس تنها به 2 ترجمان 10 سوم صرف میشد. ششم، به همین روش از 19 دکبر سال 1930 سر کرده تا امروز 20 فوریه سال 1931 17 مجلس کمیسیه شد که در این مجلس ها همگی 51 ساعت به خوبی وقت صرف شده. در 15 مجلس وقت کار 150 سوم پول خرج شد و 1633 لغت قبول یافته از تحریر کمیسیه گذشت. اگر این مجلس ها در ساعت های بیرون از وقت کار می شد تخمینا 64 ساعت اکادمی وقت رفته تقریبا 1200 سوم پول صرف می شد. هفتم، 19 ینور خوقندبای حبس شد. وی که ترجمه کردن 15,000 لغت را متصدی بود کارش ماند و از بس که خط او را بغیر خودش کسی خوانده نمی تواند چیزهایی که ترجمه کرده است و چیزهایی که از مال او از کمیسیه گذشته برای تبییض کناندن به خودش بازگشت داده شده بود همچنان ناقابل استفاده شده ماند. علیزاده که 10,000 را متصدی شده بود تخمینا 5,000 را از ترجمه برآورده است. رفیق اسماعیل زاده 5,000 را متصدی شده معاهده اش را برای امضا به پراولینیا فرستاده بود، هنوز امضا شده نیامده است. تخمینا 2500 لغت از ترجمه برآورده است. هشتم، مسئله مشکل اساسی مجلس کمیسیه است. به این مجلس لغت به هیچ چیز نمی ارزد، اما مجلس بسیار به سستی می رود. مجلس به ضمن اینکه به کارهای اساسی و روزمره شعبه بسیار خلل می رساند. کارکنان نرم کار ما از مجلس راضی نیستند. چنانچه رفیق علیزاده می گوید اگر من 3 ساعت وقتی کار خود را به این مجلس صرف کرده 5 سوم حق گیرم، کار خود را ادامه کردن نمی توانم، زیرا در این 3 ساعت من می توانم که 4 لیست ترجمه کنم که وی می شود 25 سوم. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ
صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. سال 1933 به پیر محمد زاده 28 مارتی سال 1933. رفیق محترم پیر محمد زاده، من شما را با این شعرتان بریایانه تبریک می نمایم. این شعرتان خیلی خوب برآمده است، به حدی که نسبت به شعرهای پیشتره‌تان غیر قابل قیاس خوبی ها دارد، لیکن این حالا نسبت به قابلیت شما کم است. باید باز خوبتر و بهتر شود. باید دانید که قابلیت پیشتر هم داشتید، اما سبب چیست که شعرهای پیشتره‌تان به این درجه به نبود؟ معلوم است که در این شعر بیشتر کار کرده اید. باید پس از این هم زیادتر کار کنید. شاعر باید در انشاد کردن شعر نه تنها رابطه سرتاپای شعر را، نه تنها هر بند یا بیت و یا مصرع را ملاحظه نماید و در بالایش کار کند، در عین زمان باید هر کلمه جداگانه را جدا جدا از نظر گذراند و رابطه معنوی و آهنگ لفظی آن را به ملاحظه گیرد. نه تنها یک بار بلکه بارها این کار را تکرار نماید. در این صورت شعر نغز می شود، شاعر پیش می رود، قابلیت شعریش به کمال می رسد. در آخر ملکه شعری پیدا کرده مثل لاهوتی به هیچ دشواری سحرها، اعجازها با وجود آورده می تواند. این شعری شما خیلی خوب بود، بنابراین خواستم که من هم به بالای این قدر کار کنم. چنان که خود می بینید اصلاح و علاوه من در این شعر خیلی نظرناگیر است. با وجود این قریب فرصتی 2 روزه کار را به این صرف کردم. این چی را نشان می دهد؟ این همین را نشان می دهد که شاعر باید در کار کردن به بالای شعر وقت را دریغ ندارد تا می تواند دماغ را کار فرماید، در وقت خواب، در وقت خوراک، در وقت نشست، در برخاست، همیشه در پی یافتن آن کلمه یا آن مصرع باشد که شعرش را خوبتر می کند. خیرخواهتان عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت